چرا مثل آدم‌های پولدار فکر کردن مهمه؟ بیشتر مردم فکر میکنن پولدار شدن از حساب بانکی شروع میشه. یعنی اول پول میاد، بعد فکر عوض میشه. اول ماشین بهتر، بعد اعتماد به نفس. اول درآمد بالا، بعد تصمیم‌های بهتر. اول آزادی مالی، بعد آرامش. ولی خیلی وقتا ماجرا برعکسه. اول طرز فکر عوض میشه، بعد نتیجه ها کم کم میاد. اول نگاهت به پول عوض میشه، بعد رابطه‌ات با پول عوض میشه. اول تصمیمات بزرگ میشن، بعد زندگیت. برای همین مثل آدم‌های پولدار فکر کردن مهمه. نه به خاطر ادا، نه به خاطر ژست، نه به خاطر اینکه وانمود کنی چیزی هستی که نیستی. به خاطر اینکه طرز فکر جهت حرکت تو تعیین میکنه و جهت از سرعت مهمتره. خیلی ها تند میرن ولی اشتباه میرن. خیلی ها سخت کار میکنن ولی بی هدف. خیلی ها درآمد دارن ولی رشد ندارن. چرا؟ چون ذهنشون هنوز توی کمبود گیر کرده. ذهن کمبود یعنی چی؟ یعنی همیشه حس میکنی کم میاری. وقت کمه، پول کمه، فرصت کمه، آدم خوب کمه، شانس کمه، جا برای تو نیست. وقتی با این ذهن زندگی کنی، تصمیمات هم کوچیک میشن. ریسک سالم نمی کنی. یادگیری رو خرج اضافه میبینی. سرمایه گذاری رو خطر میبینی. شبکه سازی رو خجالت میبینی. رشد رو مخصوص بقیه میبینی. و آروم آروم خودتو محدود میکنی. خیلی وقتا فقیر بودن فقط نداشتن پول نیست. داشتن ذهنیه که پول رو پس میزنه. یه نفر ممکنه درآمد خوبی داشته باشه ولی هنوز مثل آدم ترسیده خرج کنه. یه نفر ممکنه ماهی خوب در بیاره ولی هر بار پول میاد سریع نابودش کنه. یه نفر ممکنه استعداد بالا داشته باشه ولی چون خودش رو لایق نمیدونه جلو نره. این یعنی مشکل فقط بیرون نیست، داخل هم هست. آدم‌های پولدار واقعی یه فرق مهم دارن. اونا قبل از خرج کردن فکر میکنن. قبل از خریدن حساب میکنن. قبل از گفتن بله ارزش میسنجن. قبل از تصمیم احساسی مکث میکنن. و این چیزیه که خیلی ها نمیبینن. مردم نتیجه رو میبینن. ماشین رو میبینن. خانه رو میبینن. سفر رو میبینن. ولی سیستم فکری پشتش رو نمیبینن. هیچ کس عکس نمیگیره از نه گفتنها، صبر کردنها، سرمایه گذاری های بی هیجان، مطالعه های شبانه، اشتباه هایی که ازش درس گرفتن، پول هایی که خرج نکردن. برای همین فکر میکنی پولداری یعنی خوششانسی. نه، خیلی وقتا یعنی طرز فکر متفاوت. آدم پولدار هر پوند رو فقط پول نمیبینه. میپرسه این میتونه بیشتر بشه؟ میتونه برگرده؟ میتونه مهارت بسازه؟ میتونه زمان آزاد کنه؟ میتونه شبکه بسازه؟ اما ذهن معمولی میگه الان چی حال میده؟ همین فرق کوچیک سالها بعد اختلاف بزرگ میسازه. یه نفر پولشو خرج دیده شدن میکنه. یه نفر خرج قوی تر شدن. یه نفر دنبال تاییده. یه نفر دنبال توانایی. یه نفر ظاهر میخره. یه نفر اهرم میخره. و بعد مردم میگن چرا یکی جلو زد؟ چون از اول جور دیگه فکر میکرد. بذار مردونه بگم. اگه هنوز پول رو فقط برای خرج کردن میبینی، بازی رو نفهمیدی. پول فقط وسیله خرید نیست. پول ابزار انتخابه، ابزار آزادیه، ابزار زمان خریدنه، ابزار فشار کم کردنه، ابزار ساختنه. اگه اینو نفهمی، هرچی هم در بیاری میره، چون چیزی که نفهمیدی رو نگه نمیداری. یه مشکل دیگه هم هست. خیلی ها از پولدار فکر کردن بدشون میاد. فکر میکنن یعنی مغرور بودن،
یعنی خودخواه بودن، یعنی فقط پول دیدن، یعنی بی احساس شدن. نه، این کاریکاتور ماجراست. پولدار فکر کردن یعنی مسئولانه فکر کردن، یعنی امروز رو قربانی فردا نکردن و فردا رو هم قربانی امروز نکردن، یعنی لذت بردن ولی بیعقل نبودن، یعنی بخشیدن ولی خودتو خالی نکردن، یعنی خرج کردن ولی برده خرج نبودن، یعنی پول دست تو باشه نه تو دست پول. خیلی ها درآمدشون کم نیست، تصمیمهاشون ضعیفه. هر ماه پول میاد بعد میره. چرا؟ چون قبل از پولدار شدن ذهنشون آماده نشده. مثل اینه که آب بریزی توی سطل سوراخ. اول سطل رو درست کن، بعد آب بریز. اول شخصیت مالی بساز، بعد درآمد رو زیاد کن. شخصیت مالی یعنی چی؟ یعنی وقتی پول میاد، هول نشی. یعنی وقتی پول کم میشه، خرد نشی. یعنی با دیدن پول، عقلتو از دست ندی. یعنی با نداشتن پول، عزت نفستو از دست ندی. یعنی پول حالتتو کنترل نکنه. این سطح بالاتره. خیلی ها ثروت میخوان ولی ظرفیتش رو نساختن. برای همین اگر هم گیرش بیارن از دستش میدن. دیدی بعضی ها یه پول خوب گیرشون میاد بعد چند ماه هیچی نیست؟ این فقط بدشانسی نیست، ظرفیت نداشتن هم هست. مثل آدمی که وزنه سنگین میزنه ولی عضلش آماده نیست، زیرش له میشه. پول هم همینه. اگر ذهنت قوی نباشه، پول فشار میشه، استرس میشه، نمایش میشه، اشتباه میشه، رابطه خراب میکنه. ولی اگر ذهنت آماده باشه، پول ابزار میشه. یکی از نشونه‌های فکر پولدار اینه: کوتاه مدت اسیرت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط امروز رو نمیبینی. میفهمی یه تصمیم کوچیک 5 سال بعد چه اثری داره. میفهمی هر عادت خرج یه آینده میسازه. میفهمی هر مهارت میتونه سالها پول بیاره. میفهمی هر رابطه خوب میتونه در باز کنه. برای همین آدم‌های سطح بالا بیشتر از چیزی که مردم فکر میکنن صبورن. عجول نیستن. میدونن بازی بلند مدته. مردی که بازی بلند مدت رو فهمیده سخت شکست میخوره. چون با یه ماه بعد نمیلرزه. با یه ضرر کوچیک نابود نمیشه. با یه جواب رد خاموش نمیشه. میدونه مسیر طولانیه. یه فرق مهم دیگه، ذهن پولدار دنبال ارزشه، نه فقط قیمت. ذهن معمولی میگه گرونه یا ارزونه. ذهن قوی میگه میارزه یا نه. این دوتا فرق دارن. یه کتاب ممکنه گرون باشه ولی زندگی تو عوض کنه. یه دوره ممکنه هزینه داشته باشه ولی درآمد تو بالا ببره. یه ابزار ممکنه خرج داشته باشه ولی زمان آزاد کنه. از اون طرف، یه چیز ارزون ممکنه خیلی گرون در بیاد چون وقت تو میگیره، کیفیت تو میکشه، تمرکز تو نابود میکنه. برای همین فقط قیمت نگاه نکن، ارزش رو ببین. یه چیز دیگه که باید بفهمی، پولدار فکر کردن یعنی از حسادت عبور کردن. وقتی یکی موفق میشه، 2 مدل واکنش هست. یکی میگه شانسی بود، حتما پارتی داشت، یه کاری کرده. یکی میگه چی بلده که من بلد نیستم. اولی میسوزه، دومی رشد میکنه. تو کدومشی؟ هر موفقیتی که میبینی یا زخمت میکنه یا آموزگارت میشه. انتخاب با توه. خیلی مردها خودشونو با ظاهر بقیه مقایسه میکنن. اون ماشین داره، اون سفر میره، اون فلان لباس رو پوشیده. ولی نمیپرسی آرامش داره، بدهی داره، سیستم داره، کنترل داره، شخصیت داره. ظاهر همیشه حقیقت نیست. فکر پولدار دنبال ظاهر نیست،
دنبال پایه است. پایه یعنی درآمد قابل تکرار، خرج کنترل شده، مهارت رو به رشد، روابط سالم، ذهن آروم، برنامه روشن. اگر اینا باشه، ظاهر هم بعداً میاد. ولی اگر فقط ظاهر باشه، خیلی وقتا پشتش خالیه. یه اشتباه خطرناک. خیلی ها میخوان مثل پولدارها خرج کنن، قبل از اینکه مثل پولدارها فکر کنن. یعنی درآمد متوسط، ولی سبک زندگی نمایشی. نتیجه، فشار، بدهی، اضطراب، نقش بازی کردن. این مرد رو ضعیف میکنه. قدرت یعنی کمتر از توانت خرج کنی، بیشتر از میانگینت رشد کنی. همه لازم نیست بدونن چقدر داری، لازم نیست ثابت کنی، لازم نیست نمایش بدی. پول ساکت خیلی وقتا قوی‌تر از پول پرسر و صداست. یه مرد باهوش اول میسازه، بعد اگر خواست نشون میده، نه برعکس. اگر الان درآمدت زیاد نیست، باز هم میتونی پولدار فکر کنی. چطور؟ با نظم، با ثبت خرجها، با یادگیری، با ساخت مهارت، با انتخابهای بهتر، با نگفتن به چیزهای بی‌ارزش، با صبر، با دید بلند مدت. ثروت خیلی وقتا قبل از حساب بانکی تو عادتها دیده میشه. یکی هر ماه بیشتر یاد میگیره. یکی هر ماه بیشتر خرج میکنه. حدس بزن 5 سال بعد کجان؟ یکی روی خودش سرمایه گذاری میکنه. یکی فقط مصرف میکنه. یکی شبکه میسازه. یکی فقط اسکرول میکنه. یکی پول رو کار میندازه. یکی خودش برده پول میمونه. بعد مردم میگن شانس آورد. نه، سالها انتخاب جمع شده. بذار یه چیز مهم بگم. فکر پولدار یعنی عزت نفس هم. چون آدمی که خودش رو بی ارزش میدونه یا کم میگیره یا بد خرج میکنه یا از ترس جلو نمیره. خیلی ها مشکل مالی دارن ولی ریشش مالی نیست، ارزشیه. خودشونو دست کم گرفتن، جرأت قیمت گفتن ندارن، جرأت درخواست ارتقا ندارن، جرأت شروع کار ندارن، جرأت دیده شدن ندارن. برای همین جا میمونن. پول فقط عدد نیست، بازتاب خیلی چیز هاست. بازتاب مهارت، بازتاب جرأت، بازتاب نظم، بازتاب روابط، بازتاب ذهن. برای همین اگر پول بیشتر میخوای، فقط دنبال پول نرو. نسخه قوی‌تر خودتو بساز. پول خیلی وقتا دنبالش میاد. یه نکته مردونه. قوی بودن یعنی وقتی پول هست مغرور نشی. وقتی نیست خرد نشی. یعنی ثبات شخصیت. یعنی ارزش تو از موجودی حسابت نیاد. چون اگر هویت تو به پول ببندی، با نوسان پول خودتم میلرزی. این خطرناکه. پول مهمه، خیلی هم مهمه، ولی خدا نیست، ابزاره. استفادهش کن، پرستشش نکن. اگر میخوای از امروز مثل آدمهای پولدار فکر کنی، این چند تا سوال رو قبل هر تصمیم بپرس. این خرج ارزش داره یا فقط هیجانه؟ این کار 5 سال بعد کمکم میکنه؟ این آدم منو رشد میده یا خالی میکنه؟ این خرید نیازمه یا نمایش؟ این ترس واقعیه یا فقط ذهنمه؟ این وقتی که دارم میدم بر میگرده؟ این مهارتی که یاد میگیرم پولساز میشه؟ همین سوالها زندگی تو عوض میکنن، چون کیفیت زندگی از کیفیت سوالها میاد. آخرش اینو یادت باشه. فرق خیلی از آدمهای ثروتمند با بقیه فقط پول نیست، طرز فکره. اونا زودتر فهمیدن زمان سرمایه است، توجه سرمایه است، مهارت سرمایه است، اعتبار سرمایه است، آرامش سرمایه است. و کسی که اینا رو بفهمه، پول هم دیر یا زود پیداش میشه.
پس اگر الان جیبت پر نیست، ناامید نشو. اول ذهنتو پر کن. اول عادتتو درست کن. اول تصمیمات رو قوی کن. اول نگاهتو عوض کن. چون خیلی وقتا ثروت اول توی فکر آدم ساخته میشه، بعد توی حسابش. و روزی که اینو بفهمی، دیگه فقط دنبال پول نمیدوی. شروع میکنی تبدیل شدن به کسی که پول پیشش میمونه.